باورپذیر نیست اما واقعیه. یک کوسه قاتل یک لاک‌پشت رو به دندون میگیره و اصرار داره، عرض میکنم اصرار داره که تحویل آدم بدن. آدم اول فکر میکنن شکارش کرده، ولی بعد میبینن که نه، این داره تحویل میده. این لاک‌پشت رو میگیرن، میبینن که تو تور افتاده. تور رو ازش جدا میکنن، میبینن دور گردن لاک‌پشت رفته تور و گردن رو بریده. لاک‌پشت اول به شدت استرس داره، میترسه، حتی گریه میکنه. میتونید اینجا ببینید تو صحنه‌های بعدی. و خیلی واسه سختشه که در واقع به انسان‌ها اعتماد کنه. بالاخره اعتمادشو جلب میکنن و میتونن این ریسمان از گردنش باز کنن، ضد عفونیش میکنن و لاک‌پشت نجات پیدا میکنه. اما سوال اینجاست، این کوسه اصلا چطوری میاندیشیده در مورد انسان‌ها؟ تفکرش چی بوده؟ اولا چرا باید یک لاک‌پشت نجات بده؟ بعد چطوری فکر میکرده که بعد لاک‌پشت تحویل انسان‌ها بده واسه نجات دادنش؟ شاید ما انسان‌ها باید فهممون رو از فهم و درک حیوانات عوض کنیم.